همشهریان عزیز کابل، بسیار خوشحال هستیم که امروز دوباره با شما صحبت میکنیم. رئیس شورای عالی صلح امیر محترم حزب اسلامی انجینیر صاحب الدین حکمتیار و ما کوشش با ادامه داریم برای آرامش بیشتر در شهر کابل و برگشتن حالت به روزمره و عادی. انشاءالله تعالی که کوشش ها نتیجه بده. با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مثمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های بسیار خوب جریان دارد. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری و دائمی باشه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. همشهریان محترم کابل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیشتر جناب رئیس صاحب یادآوری کردن اساسی ترین کوشش ما و سعی ما و تلاش ما در این مرحله خارج از هر نوع ملاحظه دیگر آرامش مردم شهر است. میدانیم که با تغییراتی که پیش آمد مردم در یک وضعیت دشوار قرار گرفتن. امیدوار هستیم که تماسایی که داشتیم در این زمینه و در راسته کلان بر مملکت مفید و مثمر واقع شود. خداوند انشاءالله خیر و سعادت و رفاه را برای همه مردم افغانستان برگرداند و از این فضایی که یک تشویشی برای مردم هست، از این فضا به یک مرحله مردم افغانستان کنند که اطمینان نسبت به آینده به طرف داشته باشند. هیچ نوع سعی برای اهداف شخصی در این وجود نداشته و ندارد. با تعداد دیگه از بزرگای کشور در تماس هستیم، در داخل کشور، سران قوم و همه اینها. در آخر هم آرزوی همه یکیست که خیر مردم افغانستان. و سلام علیکم و رحمت الله. نو اطمینان ولرئ چې هغه څه چې زموږ د افغانستان د شهروندانو په توګه په وسه او د رئیس صاحب د عالي شورا د سولې د رئیس صاحب په وسه او د نورو مشرانو په وسه دا کوشش جریان لري او انشاءالله تعالی چې لکه څنګه چې رئیس صاحب وویل د مملکت د خیر او خوشحالي او فلاح ترلاسه. مننه.